Производство компании Sino Production для YouTube-канала Sino Official. زن داری، خواهر داری، اپا داری، مادر داری. پس تو میفهمی من چی میگم. وقتی که در کوچه به سوی دختران میگویی که ای دختر یا چیز دیگر، اول خواهر و مادر خودت را پیش چشمان تو نگاه نکن که او چگونه لباس میپوشد، او چی کار میکند. تو خودت را اداره کن. بس در کس را کوفتی درت را میکوبد. به این خاطر وقتی که کوچه میبرویم چقدر دختران زیبا و دیگر بگذار، من خودم را میدارم. خلاص گپ اگر ما همین گونه فکر کنیم از این راه کشیده میشویم. پیش از آنی که به کسی هی و هوی یا چیز دیگر میگوییم اول خواهر و مادر و دیگر را پیش نظر میگیریم. اینها نباشند پگاه صاحب دختر میشیم. به این خاطر از این چیز بی‌ترس. بیاید این طور میکنیم. اگر رفت و بر تو خبر بدهند که خواهرت را کسی گپ پرداخته است، پیش روی خواهرت را کسی گرفته است، حالا این گونه با یک دختر هم میگوید این گونه نگلی شدن با زبان روسی، یعنی در چی میگوید که حتی دستانشان را میقپند. دومین باشد ای زنهای شودار، ای زنهایی که شوهراتون در رسی است، دغل میفهمونم به نهایت من میفهمم زیغ میشود یا چیز دیگر، اما این معنی اون رو ندارد که یک چیزی عادی از صدها بار گفتیم با تلفن صحبت میکنید یا یکم چیزی تصادف یا کسی دیگر جو میفرماید یا چیز، خیلی بیا یک دیوانش میکنم، یک لهجوی یک کمی صحبت میکنم، تمام همین قطعی میرود. تمام ما دو طرفه باید گپ بزنیم. نخواستیم که فقط بچه ها رو بگوییم، اما دخترها هم همین گونه است. دائما میگفتند اگر که از همین لباس های ملی تاجیکیمون استفاده بریم چقدر خوب است. بعدا نفران هستن شکایت میکنن، بعدا لباس پوشیدنشون رو میبینی خیلی در حقیقت جلب، همین کلمه جلب کننده است. چی گرفتن؟ جلب کننده است. بعدا نفران خفا میشوند. جلب کلمه جلب کننده است، یعنی هر چی که میکنن جلب. یک لباس های یک چیزهایی میپوشن که اینها رو من با دستم خلاب کرده میتوانم. مرد نفس دارد، مرد میخواهد. بعد میبینی که لباس پوشی هم کمک مدنیت دارد. اگر که ما کوشش کنیم، ما عموما کاردار نیستیم چگونه لباس میپوشید یا نپوشید نمیگوییم، ما کاردار نیستیم. یعنی که پیش از آنی که بعد شکایت میکنید که بچه ها ما را گپ میزنند، باید شما هم نیز کمک در این بابت آداب لباس پوشی را هم بدانید. تمام دختران تاجیک را ما خودمون حفظ کنیم، ما خودمون رسواشون نکنیم. بچه ها که از پس شما و این و آن و همه حتی حالت های می شود که دست زوری هم به ماشین می درارند، یک کارهایی نمی شود، همش به خاطر 5 دقیقه است. این به خاطر یک کیفیت است. پس از او دیگر هر طوری که هستی برای او دیگر هیچ معنی نداری. برای همون بیشتر شما فریفته بچه ها نشوین. به خاطر
او баъзан ҳастанд мошин дорад, вай ин дорад. сахт пушаймон мешавӣ. сахт. қарсақ аз ду тараф аст. агар ки мо даст кашем, якдигар қарсақ зада наметавонем. худро эҳтиёт кунед. рости гап, дӯстон ки медорем мегӯем. лекин марам чӣ маҷбур кардааст ки худамро рӯхоно кунам назди ҳар хоҳарону бародароне ки ҳам медонам, ҳам на ҳама ба ҳама писанд аст талх гуфтан. аммо дӯст табарвор, душман шакарбор. худоҳофиз. То барномаи дигар.